سلام دوستای گلم، حالتون چطوره؟ خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. امروز آموزش گردبافی اصولی داریم. برای گردبافی اصولی شما بستگی به مدلتون، بستگی به طرحتون که چند تا پایه میخوره و با کدوم پایه بافته میشه، مثلا پایه بلند، پایه کوتاه یا پایه متوسط میتونید ببافید. خب برای این کار اول ابتدا من یه گره جادویی میزنم. شما میتونید از 4 تا زنجیره هم استفاده کنید. زنجیره ها رو به هم متصل کنید و داخل حلقه ای که ایجاد میشه میتونید پایه هاتون رو بزنید. من یک حلقه جادویی درست میکنم به این شکل که این نخ رو به این صورت میگیرم، یا حالت ضربه دری روی نخم روی انگشتم ایجاد میکنم. حالت ضربه دری میره زیر این انگشتم و این نخ رو با این 2 انگشتم میگیرم. من به این صورت میخوام حلقه جادویی بزنم. قلاب رو از داخل حلقه وارد میکنم. نگاه کنید، قلاب من داخل حلقه است. این نخ رو میگیرم و میکشم و یک زنجیره میزنم و حلقه رو از انگشتم رها میکنم. خب همونطور که گفتم بستگی به بافتتون داره، به طرح و مدلتون داره که اگه پایه بلند بود 3 تا زنجیره بزنید اینجا، اگه پایه متوسط بود 2 تا زنجیره بزنید. من میخوام این آموزش رو با پایه کوتاه انجام بدم، برای همین یه زنجیره برای من کافیه. میخوام داخل این حلقه جادویی که دارم 6 تا پایه کوتاه بزنم. باز هم شما بستگی به مدل و طرحتون داره که چقدر ازتون پایه میخواد. خب اولین پایه رو میزنم. این اولین پایه بود، اینم دومین پایه کوتاه، اینم سومین پایه کوتاه. خب 6 تا رو میزنم، برمیگردم. 6 تا پایه کوتاه رو زدم. این نخ اضافه رو میکشم و حلقمو میبندم به این صورت. خب حالا برای بافت گردبافی میشه از 2 روش استفاده کرد. یکی روش اسپیراله که یعنی گردبافی حلزونیه بدون اینکه بست رو انجام بدیم. یکی با بست هست. من فعلا میخوام آموزش بست رو بدم و بعد از اون آموزش حلزونی رو هم بدم. خب قلابم رو از این قسمت وارد میکنم، از اولین پایه که دارم یا اولین زنجیرم. از این قسمت قلاب رو وارد میکنم، این نخ رو میگیرم و میکشم و خب این حلقه ای که دارم روی قلاب رو از حلقه قبلی وارد میکنم. به این صورت من بست میزنم. خب حالا یک زنجیره میزنم داخل اولین پایه‌ای که دارم. میام 2 تا پایه کنار هم میزنم، 2 تا پایه دوبل میزنم. کلا این رج من همش میشه پایه های افزایشی، یعنی داخل هر کدوم از پایه ها میام و 2 تا پایه کوتاه میزنم. این یک پایه، اینم 2 پایه. پایه بعد هم میشه 2 تا داخل خود پایه میام و 2 تا پایه میزنم. خب الان من جمعش رو 4 تا پایه دارم. من توی این رج که از رج اول 6 تا پایه زدم، این رج دوم باید 12 تا پایه داشته باشه. الان 4 تا دارم، 2 تای دیگه باید اینجا هم بزنم، بعد از اونم 2 تا بزنم، بعد از اونم 2 تا بزنم تا برسم به 12 تا پایه. خب این رج رو تا انتها به همین صورت پیش میرم. رج رو تا انتها رسوندم، یعنی 12 تا پایه زدم. داخل هر کدوم از پایه ها هم 2 تا پایه، داخل هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه زدم. خب بعضیا اینو پایه حساب میکنن، این پایه نیست دوستان، این مال همون زنجیره بستمونه. تو رج‌های بعد که هر چقدر بست بزنیم خیلی واضح در میاد که این قسمت مال بستمونه. حالا میام داخل همین زنجیره که زدم تو رج قبل، قلاب رو وارد میکنم، نخ رو میگیرم و میکشم و دوباره میام همینجا یک بست میزنم. خب این حلقه رو یه خورده شل میکنم و میام یک دوباره زنجیره میزنم.
این حلقه رو که شل کردم برای اینکه اگر رجم تموم شد تو رجبت میام و داخلش قلاب رو وارد میکنم. اگه سفت باشه قلاب وارد نمیشه و اذیت میشین. حالا توی این رج چی داریم؟ توی این رج ما باید یکی در میون پایه تک بزنیم. یعنی من میام اولین پایه‌ای که دارم رو یک پایه تک میزنم. پایه بعدم میشه 2 تا پایه در یک پایه. این یک، این دو. به این صورت. پایه بعدم میشه یک پایه. پایه بعدم میشه یک پایه. پایه بعد این پایه تک میشه 2 تا پایه در یک پایه. به این صورت همینجا که پایه زدم میام دوباره کنارش یک پایه میزنم. پایه بعدم میشه یک پایه. پایه بعدم میشه 2 تا پایه در یک پایه. همینجور تا انتهای رج من یکی تک میزنم و یکی دوتایی، یکی تک میزنم و یکی دوتایی تا برسم به انتهای رج. خب رسیدم به انتهای رج و تا آخرین پایه هم 2 تا پایه در یک پایه شد. وقتی پایه های ما درست باشه، تعداد پایه های ما درست باشه، آخرین پایه هم میشه پایه مزدوج، پایه دوبل. این هم که گفتیم مال زنجیره بستمونه، کار بهش نداریم. اینم زنجیره‌ای که تو رج قبل زدیم. قلاب رو از داخلش وارد میکنم، نخ رو میگیرم و میکشم. حالا میام از این زنجیره، از این حلقه خارجش میکنم و یک بست میزنم. خب میام دوباره یک زنجیره میزنم. این رج به چه صورت هست؟ این رج ما 2 تا در میون پایه داریم، 2 تا در میون پایه تک داریم. یعنی من یک پایه اول رو تک میزنم، پایه دوم رو هم میام و پایه تک میزنم. داخل پایه سوم میام 2 تا پایه کنار هم داخل یک پایه میزنم. خب بعد اینکه 2 تا پایه در یک پایه زدم میام پایه بعد رو یه دونه تک میزنم. پایه بعدش رو هم میام یه دونه تکی میزنم. یعنی من 2 تا در میون در این رج باید پایه های تکی بزنم. پایه بعدش میشه 2 تا پایه در یک پایه. خب پایه بعد پایه مزدوج میام و یک پایه تک میزنم. پایه بعدش هم میشه یک پایه تک. پایه بعدش میشه 2 پایه در یک پایه و تا انتهای رج به همین صورت ادامه میدم. داخل هر کدوم 2 تا پایه در میون پایه تک میزنم. خب رسیدم به انتهای رج. اینجا من 2 تا پایه در یک پایه زدم. الان برام 3 تا پایه مونده. اولین پایه رو پایه تک میزنم، دومین پایه هم میشه پایه تک و تو آخرین پایه میشه 2 تا پایه در یک پایه. به این صورت. این هم که گفتین زنجیره است، مال بستمونه، کار بهش نداریم. میرم قسمت این زنجیره، قلاب رو وارد میکنم، نخ رو میگیرم و میکشم و یک بست میزنم، یک زنجیره هم میزنم. خب به ارتفاع یک پایه کوتاه توی این رج من 3 تا پایه در میون باید پایه تک بزنم. اولین پایه هم میشه یک پایه تک، دومین پایه هم میشه یک پایه تک، سومین پایه هم میشه یک پایه تک. بعدش میام و 2 تا پایه در یک پایه میزنم. توی این رج من 3 تا در میون پایه تک باید بزنم. یک پایه تک، 2 پایه تک و 3 پایه تک. پایه بعدم میشه مزدوج، 2 پایه در یک پایه. به این صورت تا انتهای رج ادامه میدم. 3 تا در میون پایه تک میزنم. خب رسیدم به انتهای رج و برای من 4 تا پایه باقی مونده. 3 تا از این پایه ها تکن، یعنی یک تک، 2 تک و 3 تک. پایه آخر میشه 2 پایه در یک پایه. به این صورت. این هم که مال بستمونه. اگه دقت کنید بست ما داره کلا حالت میگیره و توی رج توی گردبافیمون داره نمایان میشه. میام داخل همین زنجیره و
قلاب رو وارد میکنم و نخ رو میگیرم و یک بست میزنم. خب توی این رج من باید 4 تا در میون پایه تک بزنم. 1 2 3 4 تا تک میزنم. پنجمی میشه 2 پایه در 1 پایه. این 1 پایه، این 2 پایه، این 2 پایه، این 3 پایه، اینم 4 پایه. پایه پنجمم میشه 2 پایه در 1 پایه. بعد اینکه 2 پایه در 1 پایه زدم دوباره از نو شروع میکنم. 1 پایه تک، 2 پایه تک، 3 پایه تک، 4 تا پایه تک. پنجمی میشه 2 پایه در 1 پایه. این 1 نه 2. تا انتهای رج به همین صورت ادامه میدم. 4 تا در میون پایه تک باید بزنم. خب رسیدم به انتهای رج. 4 تا در میون پایه داشتیم، پایه هامون زدیم. بعدش میاد 2 پایه در 1 پایه. این هم که مال بستمونه، کار بهش نداریم. توی این یکی زنجیره قلاب رو وارد میکنم، نخ رو میگیرم و میکشم و یک بست میزنم. یک زنجیره به ارتفاع 1 پایه کوتاه. توی این رج ما باید 5 تا در میون پایه بزنیم. 1 2 3 4 5 تا تک میزنم. بعدش میاد 2 پایه در 1 پایه. دوباره 1 2 3 4 5 تا تک میزنم. دوباره 2 پایه در 1 پایه و تا انتهای رج به همین ترتیب ادامه میدم. شما به اندازه‌ای که میخواید کارتون رو وسع بدین میایید و رج میزنید. داخل هر رج که برید 1 پایه به پایه هاتون اضافه میشه. وقتی توی این رج من 5 تا پایه تک دارم، رج بعد میشه 6 پایه تک، رج بعد میشه 7 پایه تک، رج بعد میشه 8 پایه تک و تا جایی که میخواید کارتون رو ادامه بدید. خب میریم برای بافت اسپیرال یا همون بافت حلزونی. این بافت با پایه بست بود. اگرم دقت کنید بافت بست خیلی توی بافت واضحه و بعضی دوستان مثلا دوست دارن کارشون خیلی تمیزتر در بیاد و این حالت بست تو کارشون دیده نشه، میان از بافت حلزونی همون اسپیرال استفاده میکنن. یعنی دیگه بست نمیزنن تو کارشون و مستقیم پایه رو میزنن و پایه شروع میکنن بافتشون رو. باز باید بیام و یک حلقه جادویی بزنم. خب به همین صورت میام یک حلقه جادویی میزنم، قلاب رو داخل حلقه میکنم، نخ رو میگیرم و میکشم و یک زنجیره میزنم، حلقه رو آزاد میکنم. داخل همین حلقه میام 6 تا پایه کوتاه میزنم. به این صورت 6 تا رو میزنم، برمیگردم. خب 6 تا پایه کوتاه رو زدم. این نخ رو اضافه رو میگیرم و میکشم و حلقم رو میبندم. این رو باید چه کار کنم؟ خب قلابم رو از اولین پایه وارد میکنم به این صورت، نخ رو میگیرم و میکشم. خب ما تو بافت قبلی میومدیم این حلقه رو از این حلقه خارج میکردیم به این صورت و یک بست میزدیم، اما توی این بافت این کار رو نمی کنم. 2 تا حلقه رو روی قلاب میذارم، این نخ رو میگیرم و میکشم و این 2 تا حلقه رو با هم میام و یکی میکنم و یک پایه رو تشکیل میدم. من اولین پایم رو زدم. برای اینکه کارم رو گم نکنم میام اولین پایم رو مارکر میزنم، علامت میزنم که گمش نکنم. خب من اولین پایم رو زدم. توی این رج باید داخل هر کدوم از پایه ها 2 تا پایه کنار هم بزنیم. من اولین پایه رو زدم، میام کنارش میام و یک پایه دیگه میزنم. توی پایه بعد هم 2 تا کنار هم میزنم. پایه سوم هم میام و 2 تا کنار هم میزنم. من باید تا انتهای رج 12 تا پایه داشته باشم. خب آخرین پایه رو هم میام و داخلش 2 تا پایه کوتاه کنار هم میزنم. این یک پایه و این 2 پایه.
خب برای شروع رج بعد این علامت رو برمیدارم، داخل همین پایه میام و یک پایه تک میزنم. این پایه رو که زدم دوباره میام نشانه گذاری میکنم. خب ما توی این رج یک پایه در میون پایه تک داریم. اولین پایه تکم رو زدم، پایه بعدم میشه 2 تا پایه کنار هم در یک پایه. پایه بعدم میشه یک پایه، پایه بعدم میشه 2 تا پایه در یک پایه و تا انتهای رج به همین صورت ادامه میدیم. خب آخرین پایه رو هم پایه 2 تایی زدم، نه قلاب رو میگم نشانه رو بر میدارم، داخل همین پایه میام یک پایه تک میزنم و پایم رو نشانه گذاری میکنم. من توی این رج با 2 تا پایه در میون تک بزنم. اولین پایم رو زدم، پایه دومم هم رو میزنم. خب پایه بعدی میشه 2 تا پایه در یک پایه. خب به همین صورت تا هر تعدادی که شما میخواید رج بزنید به این صورت عمل میکنید. همونطور که گفتم در هر رج تعداد پایه ها یه دونه به پایه ها اضافه میشه. اگه اینجا 2 تا پایه دارم، رج بعد میشه 3 تا، رج بعد میشه 4 تا پایه تک، رج بعد 5 تا پایه تک. اما حتما باید اولین پایه‌ای که میزنید علامت گذاری کنید که سر رجتون رو گم نکنید. اگه خیلی واردید نیاز به علامت گذاری نیست، اما احتیاطاً لازمه که مارکر بذاریم تا کارمون گم نشه. به همین صورت ادامه میدیم تا هر تعداد رج که میخواییم. خب الان اگه به این بافت قبلی من دقت کنید، همونطور که گفتیم اولین پایه تک و مثلا میرسیم تا جایی که باید پایه دوبل بزنیم، 2 تا پایه در یک پایه بزنیم. اگه دقت کنید پایه های دوبل که روی هم قرار بگیرن توی بافت ما یه حالت گوشه به وجود میاد. نگاه کنید، اینجا یه گوشه است، اینجا یه گوشه است، اینجا هم یه گوشه است، یه حالت گوشه میگیره و ما داریم میگیم گردبافی. وقتی اینجور حالت گوشه بگیره کار ما گرد در نمیاد. حالا من توی ویدیوی دیگه میام و یه روشی رو بهتون آموزش میدم که کار ما از این گوشه ها در بیاد و یک حالت گرد رو بگیره. اگه به این کاری خود دقت کنید میبینید که این کار تقریبا گرد شکل گرفته و گوشه نداره مثل این کار. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. منتظر ویدیوی بعد هم باشید. از اینکه تا این لحظه همراه من بودید سپاسگزارم. بابت صدام هم ببخشید، لوزه هم از هوای سرد ورم کردن، درد میکنن که صدام به این صورت شده. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.